آقا خیلی مخلصیم. این ویدیویی که احتیاج به مقدمه نداره، خیلی سریع میریم سراغ نصب کانفی یو آی. میرم توی صفحه گیت هاب کانفی یو آی و اسکرول میکنم پایین تا به قسمت اینستالینگ برسم. تو قسمت ویندوز دایرکت لینک تو دانلود رو کلیک میکنم و لینک دانلودش فعال میشه. در واقع فایل دانلودش رو به من میده. فایل با حجم 1.5 گیگ. استارت رو میزنم. بعد از دانلود روی دسکتاپ هم من کپی میکنم. شما این کار رو انجام ندین. توی اون درایوی که مد نظرتون هست در واقع این فایل رو کپی کنین و یادتون باشه که حداقل 50 گیگ فضا احتیاج داریم برای کانفی یو آی. خب من کانفی یو آی از حالت فشرده خارج میکنم. یه پوشه در اختیار من قرار میده. کار بعدی که بعد انجام بدم نصب نرم افزار گیت هست. گیت رابطه بین کانفی یو آی و سایت گیت هاب هست. همین اول صفحه هم لینک های دانلودش رو گذاشته برای ویندوز 32 بیت و 64 بیت. چون ویندوز من 64 من 64 رو روی لینکش کلیک میکنم و یک فایل 65 مگی به من میده که استارتش رو میزنم. فایل اگزر رو اجرا میکنم و فقط کافیه که نکست رو بزنم. احتیاج نیست که تیک خاصی رو بذارم یا بردارم. و من الان نرم افزار گیت رو نصب کردم. گزینه بعدی پایتون هست. در واقع زبان اصلی کانفی یو آی پایتون هست. ما احتیاج داریم که پایتون رو روی سیستممون نصب داشته باشیم. پایتونی که من نصب میکنم پایتون 3 و 10 هست. ورژن های جدیدترش هم اومده. منتها من همچنان از همین 3 و 10 استفاده میکنم. یک مقدار باگاش کمتره. خب این پیج رو من اسکرول میکنم پایین تا به لینک های دانلودش برسم. توی فایل هاش فایل مخصوص ویندوز رو ویندوز 64 بیت که حجمی هم نداره 27 مگه من کلیک میکنم دانلودش رو شروع میکنم که البته من این پایتون رو از قبل نصب دارم روی سیستمم. بعد از اینکه روی فایل اگزیت دابل کلیک کردین و این پنجره کوچیک باز شد شما نکست رو میزنین تا به این صفحه برسین. به این قسمت ادوانس آپشن که رسیدین شما دو تا گزینه رو باید چک باکسش رو حتما فعال کنید. اولین چک باکس این گزینه کرییت شورتکات هست، اینستال اپلیکیشن. دومین گزینه هم این گزینه انوایرمنت هست که شما فعالش میکنین و اینستال رو میزنید. ما پایتون رو هم نصب کردیم. الان من میرم سراغ خود پوش کانفی هایی که از حالت زیپ خارج کردم. دو تا فایل داخلش هست. فایل run cpu.bat و run nvidia gpu.bat. هر دو گزینه برای ما کانفی رو باز میکنن. منتها run cpu مدل ها رو روی سی پی یو تون بارگذاری میکنه که سرعتش به شدت کنده و رم تقریبا بالایی میخواد و run nvidia gpu.bat. این گزینه در واقع مدل ها رو روی کارت گرافیک بالا میاره. سرعت معقولی داره. اگر تایمی بخوام مقایسه بکنم خودم برای تست این کار رو انجام دادم. در واقع یک عکسی که من با انویدیا جی پی یو جنریت میکنم و تقریبا برای من 15 ثانیه طول میکشه روی run cpu.bat برای من همون فایل حداقل 10-12 دقیقه طول میکشه. پس گزینه معقول run nvidia gpu هست. اگر کارت گرافیک دارین run nvidia gpu رو دابل کلیک میکنم و ترمینالش برای من باز میشه. این ترمینالی که الان دارین میبینین به شما نشون میده که چه اتفاقی داره میفته. بعد از اینکه لود تموم میشه یک لینک در اختیار من قرار میده. این لینکی که اینجا هست خودش با مرورگر دیفالت باز میشه میاد بالا. تو چون من الان از مرورگر دیفالت هم استفاده نمیکنم این لینک رو هایلایت میکنم کنترل سی کپی میزنم میام داخل مرورگرم داخل آدرس بار کنترل وی و اینتر. این صفحه اصلی کانفی یو آی است. این ورک اسپیس ما هست. من با اسکرول زوم میکنم داخلش ببینیم. این ورک بلاک که داریم میبینین یه تکست و ایمیج ساده است. یک قسمت پرامپ مثبت، پرامپ منفی، قسمتی که چک پوینت رو لود میکنه یا همون مدل ما. اینجا سایز رو انتخاب میکنیم و بقیه تنظیمات که ما کمک میکنه یک عکس جنریت بکنیم. این انتها هم قسمت سیو ایمیج هست که عکس خروجی ما رو سیو میکنه. من قبل از شروع یک کار دیگه هم انجام میدم. اجازه بدین من ترمینالش رو ببندم. ببینین یک ابزار کمکی داره کانفی به اسم کانفی منیجر. من اول اون رو نصب میکنم. به شما پیشنهاد میدم که حتما اون رو هم نصب کنید. میریم داخل پوشه کانفی. خود پوشه کانفی یو آی رو دابل کلیک میکنم. میرم داخل پوشه کاستوم نود و در واقع کاستوم نود پوشه‌ایه که این افزونه ها رو ما داخلش نصب میکنیم. این افزونه ها یا نود ها همین فایل های مربع کوچیکی هستن که هر کدوم برای ما کار خاصی انجام میدن. ما برای هر کاری که بخوام انجام بدیم باید اون نودی که لازم داریم رو داخل کاستوم نود نصب بکنیم. این نودها جدا هستن از هم دیگه. ما میتونیم حتی جابجاشون بکنیم. نودی رو وارد مدار کنیم. ببینید همه مرتبطن به هم دیگه با این سیم های نازکی که هست یا به اصطلاح همون نودل ها به هم متصلن و از طریق این نودل ها اطلاعات بینشون جابجا میشه. خب من میرم توی صفحه گیت هاب کانفی منیجر و همین بالا یک دکمه سبز هست که روش کلیک میکنم. اینجا اطلاعاتشو به من نشون میده. این لینکی که اینجا گذاشته لینک خود همین پیج هست. با این دکمه کپی یو آر ال من این لینک رو کپی میکنم. میرم همون پوشه که باز کردم پوشه کاستوم نود داخل کانفی یو آی روی آدرس بارش یه دونه کلیک میکنم که کل اون آدرس هایلایت آبی بشه و بعد کلمه CMD رو تایپ میکنم و اینتر میزنم.
در واقع ویندوز کامند رو باز میکنیم و آدرس این پوشه از قبل داخل این کامند ما هست. کاری که الان باید انجام بدیم تایپ کنیم git clone یه دونه اسپیس و اون لینکی که کپی کردیم رو با کنترل وی اضافه میکنیم و اینتر میزنیم. اینجا برای ما خودش کلون میکنه یا در واقع اون فایل های کانفی منیجر رو کپی میکنه روی سیستم ما داخل پوشه کاستوم نود. بعد از تموم شدن نصب من روی فایل run nvidia gpu.bat دابل کلیک میکنم و کنسول من دوباره باز میشه. اینجا ما میبینیم که شروع میکنه به نصب کانفی یو آی منیجر، یعنی در واقع اون فایل هایی که کپی کرده رو الان نصب میکنه و میشناسه با اون فایل میاد بالا. اینجا میبینیم که کانفی آی لود شده، لودینگ کانفی آی منیجر ورژن 2.51. من الان اگر برگردم به همون مرورگرم و صفحه کانفی و رفرش بزنم میبینم که یک دکمه این سمت راست اضافه شده به اسم منیجر. این فایلی که ما الان نصب کردیم کار ما رو خیلی راحت میکنه. دیگه برای هر نود احتیاج نیست که بریم داخل سایت گیت هاب لینکش رو کپی کنیم و بیاریم توی کاستوم نود پیست کنیم. یعنی این کاری که ما تا الان برای نصب کانفی منیجر انجام دادیم احتیاج نیست دوباره تکرارش بکنیم برای بقیه نودها. میتونیم خیلی راحت این کار رو داخل منیجر با یک کلیک انجام بدیم. من روی منیجر کلیک میکنم، یه سری گزینه به من داده. من اجازه بدین فول اسکرین بکنم. ببینین اولین گزینه کاستوم نود منیجر هست. وقتی بازش میکنم میبینم که خب کانفی یو آی منیجر برای من نصب هست. اگر اسکرول کنم میبینم که کاستوم نودهای زیادی اینجا هست که میتونم نصب کنم. خیلی راحت دکمه اینستال رو کلیک میکنم و بعد از یک بار ریستارت اون نود برای من فعال میشه. یا مثلا توی قسمت مدل منیجر مدل های زیادی هست که میتونم دانلود کنم. حالا برای اینکه من بتونم عکس جنریت بکنم احتیاج به یک مدل هوش مصنوعی دارم. این نودی هستش که در واقع مدل ها رو برای من لود میکنه. من اینجا مدلی ندارم چون اصلا مدلی دانلود نکردم. از کجا باید مدل ها رو بیاریم؟ مدل ها رو میتونید از سایت های مختلف دانلود بکنیم. حالا این رو هم جدا بهتون میگم. ولی خب در هر صورت بعد از اینکه مدل ها رو دانلود کردین داخل پوشه کانفی های، پوشه مدل و پوشه چک پوینت، مدل هاتون رو بعد از دانلود اینجا پیست میکنید و داخل کانفی های میتونید ازش استفاده بکنید. یا اگر از قبل با هوش مصنوعی کار کردید مدلی روی سیستمتون هست میتونین در واقع این مدل رو داخل کانفی اد بکنید. کانفی این قابلیت رو داره که دایرکتوری های دیگر رو هم سرچ بکنه. برای این کار برمیگردم توی پوشه کانفی یو آی. داخل پوشه خود کانفی یو آی اسکرول میکنین پایین، یک فایل هست به اسم اکسترا مدل پت yaml.example. برای اینکه از این فایل استفاده کنید روش راست کلیک و رینیم میزنید. اون کلمه آخرش example رو پاک میکنید، یعنی در واقع فرمتش رو عوض میکنید. از من میپرسه که آیا مطمئنی که میخوای فرمت این فایل رو عوض کنی و من یس رو میزنم. فرمتش که عوض شد حالا با نوتپد یا هر نرم افزار تکست بیس دیگه بازش میکنیم. پوشه مدل های خودمو که از قبل داشتم داخل سیستم آدرسش رو کپی میکنم. داخل این فایل این قسمت اتوماتیک 1111 بیس پت، این خط بیس پت رو فقط جایگزین میکنم. حواستون به اون اسپیس اولش باشه. کل خط رو جایگزین میکنید. فقط اینکه آدرس ویندوز فوروارد اسلش شما باید این آدرس رو تغییر بدین و فوروارد اسلش ها رو تبدیل کنید به بک اسلش. و من سیو رو میزنم. دوباره کانفی رو باز میکنم. ببینیم که اینجا دایرکتوری دیگر رو هم داره لود میکنه. خب من میرم سراغ کانفی و وقتی کلیک میکنم مدل ها رو برای من لود کرده. یکی از این مدل ها رو انتخاب میکنم. خب تنظیماتش استپ اوکیه. CFG یکم کم میکنم و کیو پرامپ رو میزنم. در واقع همین پرامپ دیفالت خودش رو شروع به جنریت میکنم. ببینید هر نودی که داره کار میکنه دورش یه خط سبز میاد. من پرامپ رو عوض میکنم، یک دختر، و کیو رو میزنم. حتی یه نکته ای رو بگم، این تجربه خودمه، من نمیدونم که چقدر شما مایل باشین که ازش استفاده بکنین. من برای تست چک پوینت اولین بار که چک پوینت رو دانلود میکنم، یک مدل رو میخوام ازش استفاده بکنم، پرامپی که میزنم اگر هست. در واقع خودم چند تا چیز از خروجی این پرامپ متوجه میشم. اول اینکه ببینیم بعضی از این مدل ها توانایی ساخت عکس های NSFW یا عکس های مثبت 18 به قول خودتون عکس خاک بر سری رو دارن. وقتی این پرامپ یک دختر رو براشون با اون چک پوینت ها جنریت میکنین و معمولا عکس دختر بچه برای شما جنریت نمیکنه، عکس خانم بالغ رو برای شما جنریت میکنه توی خروجی. جدا از اینها یک دختر در واقع
دیفالت ترین حالت یک عکس هست که ما میتونیم از چک پوینت خروجی بگیریم، چون معمولا عکس خانم ها توی دیتا ست این چک پوینت ها زیاد استفاده میشه. و یه نکته دیگه هم که باز توجه منو به خودش جلب کرد توی این پرامپ اینه که چینی ها زیاد فعالن توی این زمینه هوش مصنوعی و اگر یک چک پوینتی چینی باشه و از عکس خانم‌های چینی زیاد داخلش استفاده شده باشه، توی این پرامپ عکسی که برای ما جنریت میشه تحت چهره در واقع آسیایی داره. در صورت این نکته رو هم گفتم که شاید به کار شما هم بیاد. تا اینجا با هم کانفی آی و منیجرش رو نصب کردیم. لینک هایی که داخل این ویدیو صحبتش شد هم داخل تلگرام براتون میذارم که راحت دسترسی داشته باشین. موفق باشید.